واقعا سلامای خدا خدمت همه میرسونم ان شاء الله که صحت و سلامت باشی. خدمت نارزم. الان من توی اسلو هم پایتخت نروژ در یکی از موزه های بسیار قشنگ نروژ اسمش از آپرا. الان طوری که شما می‌بینید من اینجا در یک مقابل بحر خدمتتون عرض بشه. الان دارم اینجا قرار دارم. اینجا بچه‌ها می‌بینید نگاه کنید، اینجا همه کشتی‌های تمام دنیا از اینجا به کانادا، آمریکا و هم از اینجا سفر میکنن. این قسمت هم ببینید قسمت اسلو جدید است. الان شما طوری که در تصویر می‌بینید قسمت اسلو جدید است. الان ما فقط در ترمینال اتوبوس‌هاییم. بعدش هم برنامه داریم که کمتر شهر بگردیم، یک خرید شاپینگ کنیم و خانه بر بگردیم. دیگه جایتان خالی واقعا خیلی حال میکنن، خیلی خوش میگذره. دیگه الان نروژیا ساعت چند؟ الان ساعت است 9:30 نروژیا خوابن، بعد ساعت 10 بیدار میشن. واقعا خیلی جای خوبی هست. خدا نصیب کنه که انشالله بار دوم با همسر خود اینجا بریم، از اینجا لذت ببریم، عکس بگیریم. دیگه این تعمیری که شما طوری می‌بینید اون پسری که الان تو باب نشسته، این تعمیری که از موزیم جدید اسلو هست. موزیم جدید اسلو بود که در آویشا توسط کمپانی رامبل گروپ شده بود که ما در این قسمت کار کردم. و این ساختمان‌های تو بحری را که می‌بینید الان ساختمان‌های خیلی قیمت بها گران قشنگ تو بحر. الان این ساختمان‌ها را که شما نگاه می‌کنید در این ساختمان‌ها هم یک قسمت کارهایی را ما کردیم انجام دادیم و ساختمان‌های خیلی گرانی است. دیگه فکر میکنم که الان ویدیوی ما همیشه را شاید ویدیو را خاتمه بدیم، بعد به سفر خود ادامه بدیم. بعد یک چیز دیگر را میخوام به شما نشان بدم. این تعمیر خیلی تعمیر قشنگ است. اگر کامرامن اگر دوربین لطف کنه کمتر موقعیت خود تغییر بده که اینجا از این زاویه بگیره. خیلی قشنگ است. این تعمیر ببینید دیولت میشه. دیولت درست متوجه نمیشم. خیلی تعمیر خوشگله. واقعا این کپی رایت است. من در کابل هم دیدم یک مهندسی که اصلا نمای ازی را کپی زده که اصلا کپی ازی در بلایسکای دنمارک است. هیچ حق نداره کپی بزنه، اما متاسفانه خب در کشور ما هم کپی زده شده بدون اجازه. رفتی طرف افغانستان پس نمیخوایم که دیگه بایتان وقتتون رو بگیریم. انشالله که روز خوب داشته باشه. امیدوار هستم از این حرفایی که من از این توضیحات قشنگ فارسی که دادم لذت ببری، حال کنی. بچه‌ها بخندی، خنده حق مسلم شماست. خدا نگهدار. Hello dear brother and sister, I hope have a wonderful day. Today I am in Oslo, in the capital of Norway city. Currently my location is the name of Opera. Opera is a very beautiful tourist area. The building is on the sea. But we are in the roof. The top is just the tourist area. You can go and you can sightsee, take some selfie. But in the first floor is such as located in the top of the sea. There is some museum, some place for the concert, for some entertainment. I think it is a very beautiful atmosphere, very beautiful city. And in front of me, if you look in front of you, have the museum. You know, it's a museum. It's a design. I don't know the real about the really. I don't know about who is the architect, but I'm just thinking about the design concept. It's Rumble. It's the design done by the Rumble and Rumble Group. But I had some collaboration with Rumble office. I think I'm working in this side. I'm working in very small part of this project, like as a structure engineering and foundation. Inshallah, we have a very beautiful time today, and we have very good time, and we have a lot of plan to do. And during my journey, I will make some videos. I make screaming something very funny from the Norwegian, from the city. But remember, Norway is the one very beautiful city, very high standard life, was very expensive in the world. But this area now, this is the most very expensive area in the world. In this area, I think it's 1 quadrat meter. It's about approximately about $2,000 for rent. If you want to come to Norway, remember, Norway is a beautiful city, but just think about your finance, because the finance is very important. Because if you want to stay here, you should have money. But Norway have multiple places to visit, multiple
they have very diversity culture. They have Norwegian, they have from all of the world, all across the globe. But I think now I try to see my video is finished now, and inshallah I will screaming from the company from other place, and I will see you in the next episode. Hello dear brother and sister, I hope have a wonderful day. Today I am in Oslo, in the capital of Norway city. Currently my location is the name of Opera. Opera is a very beautiful tourist area. The building is on the sea, but we are in the roof. The top is just the tourist area. You can go and you can sightsee, take some selfie. But in the first floor is such as located in the top of the sea. There is some museum, some place for the concert, for some entertainment. I think it is a very beautiful atmosphere, a very beautiful city. And in front of me, if you look in front of you, have the museum. You know, it's a museum design. I don't know the real about really. I don't know about who is the architect, but I'm just thinking about the design concept. It's Rumble. It's the design done by the Rumble and Rumble Group. But I had some collaboration with Rumble office. I think I'm working in this side. I'm working in very small part of this project, like as a structure engineering and foundation. Inshallah, we have a very beautiful time today, and we have very good time, and we have a lot of plan to do. And during my journey, I will make some videos. I make screaming something very funny from the Norwegian, from the city. But remember, Norway is the one very beautiful city, very high standard life, was very expensive in the world. But this area now, this is the most very expensive area in the world. In this area, I think it's 1 square meter. It's about approximately about $2,000 for rent. If you want to come to Norway, remember, Norway is a beautiful city, but just think about your finance, because the finance is very important. Because if you want to stay here, you should have money. But Norway have a multiple places to visit. They have very diversity culture. They have Norwegian. They have from all of the world, all across the globe. But I think now I try to see my video is finished now, and inshallah I will screaming from the company from other place, and I will see you in the next episode. دوستان عزیز، سلام بر شما. امیدوار هستم که در هر کجایی از دنیای خاکی هستید جور آرام باشین. امروز یک جوان برومند از سرزمین خراسان افغانستان نوین در با خود داریم. جناب انجینر نثار احمد راسخ، یکی از مدیران ارشد رامبل گروپ در نروژ و همچنان یک بسیار رفیق دوست همنشین خوبم و امروز با ایشان مصاحبه داریم در مورد جامعه در مورد یک جامعه خوب. سوال اصلی اول ما است که یک جامعه خوب چیست؟ البته ما سلام خدا در خدمت اول سلام خدا خدمت تمام بینندگان عزیز تقدیم میکنم. امیدوارم خوش باشن. البته جامعه نظر به تعریف خود جامعه من نمیخوام که مکتبی وارد خود مکتبی وارد شوم. البته ما میخوایم کلی درباره شهر بزنم. هر جامعه نظر به فرهنگ و عنعنات از خود تعریف خاص خود دارد. اگر ما بیایم درباره خود فرهنگی که فعلا ما هستیم، جامعه نروژ یا فرهنگ جامعه نروژ که ما زندگی میکنیم، یک سلسله ارزش هایی هست که فقط جامعه نروژ رو تعریف میکنه. مثلا به طور مثال ما میخوایم پنج ویژگی خاص براتون بگیم که یک جامعه نروژ به اساس 5 ویژگی ما گفته میتونیم که جامعه نروژ مثلا یک جامعه رفاه و یک جامعه پیشرفته هست. 5 ویژگی. یک ویژگی اول، مردم نروژ بسیار یک مردم درسخوان هستند. مردم نروژ مردمی هستند که بسیار مردم کشور بسیار که مردم درسخوان هستند. دو، مردم کارگر هستند. سه، مردمی هستند که همیشه غیر از اینکه کار میکنن، مردمی هستند که اینا انترتینمنت دارن. مردم فقط یک انترتینمنت هستند، یعنی همیشه کوشش میکنن که صحتمند باشن و صحت داشته باشن.
چهارمش که بسیار یک صداقت هستن، صادق هستن، راست هستن، قلبشان، دلشان، همه چیزشان با هم کانکت است. وقتی نروژی صحبت میکنی کامپلیت بک نروژی صحبت میکنی. پنجم ویژگیش که میبینید مردمی هستند که اینا بسیار جهانی فکر میکنن، یعنی همیشه تعصب ندارن، هیچ گونه تعصب در وجودشان نیست و همیشه یکی از جهانی فکر میکنن، برای همه فکر میکنن و همین 5 ویژگی را میشه که یک جامعه، مثلا میگم جامعه نروژ، همین ارزش‌هایی است که جامعه نروژ توسط آدمی توسط آدمی تعریف خاص میشه. میشه در این قسمت بگویید که چگونه میتوانیم یک جامعه خوب داشته باشیم؟ چی چیزی باید بکنیم؟ چی چیزی ضرور و لازمی است برای داشتن یک جامعه خوب و سالم؟ داشتن یک جامعه مدرن و یک جامعه خوب، ما یک دولت خوب و یک نظام خوب دولت داریم که عبارت از ما یک باید قوه مقننه داشته باشیم، قوه اجراییه و پارلمان و تطبیق کسایی که قانون تطبیق میکنن. اگر ما نروژ را کنیم، جامعه خوب نروژ توسط سیاستمدارهای نروژ ساخته شده و همین نروژ صادقی که امروز میبینید توسط قانون، توسط مردم، توسط دولت ساخته شده که امروز هر خوبیایی را که در نروژ میبینیم از برکت سیاستمدارها است. ما جامعه سالم سیاسی گفته می‌کنم. تشکر از اینکه در برنامه ما آمدین و به سوالات ما پاسخ دادین جناب انجینر صاحب.